ذکری که انسانو در لحظات سخت و تنگنا نجات میده. گفتن مداوم این ذکر باعث میشه گره از مشکلاتتون باز بشه. اگه تو سختی و گرفتاری‌های زیادی گیر کردی و فکر میکنی زندگیتون به بنبست رسیده، اگه با مشکلات و چالش‌ها و موانع زندگی روبرو هستی و به کمک و رحمت الهی نیاز داری، اگه در لحظات ناامیدی و ناراحتی هستی و احساس میکنی هیچ راه حلی وجود نداره و دنبال طلب رحمت و مغفرت الهی هستی، دنبال کسب آرامش روحی و آسایش قلبی هستی، توسل به این ذکر، به این اسماء مبارک رو از دست نده. سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. به یکی دیگه از ویدیوهای کانال رادیو آگاهی خیلی خوش اومدین. امروز تو این ویدیو یه ذکر بی‌نظیر رو میگم که از اسماء الهیه که میتونه زندگیتون رو متحول کنه، باعث حاجت روایی میشه، باعث گشایش در کارتون میشه و در پایان ویدیو طریقه چند ختم مجرب این ذکر رو میگم و همچنین ختم مجرب آیت الله بهجت در مورد ازدواج رو میگم. پس تا انتها با من همراه باشین. ذکر و یاد خدا همیشه و در همه حال آرام بخش دلها و گشایش دهنده کارهاست. مؤمنان واقعی زمانی که دچار گرفتاری و مشکلی تو زندگی میشن به خداوند پناه میبرن و به خداوند متوسل میشن و از خداوند طلب یاری میکنن برای باز شدن گره های کور زندگیشون. و همونطوری که میدونید یکی از مهمترین راه‌های رفع گرفتاری و رسیدن به حاجات و خواسته ها دعا کردن و کمک خواستن از قدرت بیپایان پروردگاره. یکی از روش‌های دعا کردن ختم‌ها و ذکرهای توصیه شده از طرف ائمه معصومه که امروز تو این ویدیو یکی از مجرب‌ترین ختم‌ها رو معرفی می‌کنم و معجزات ختم این ذکر بی‌نظیر، یعنی ذکر یا رؤوف و یا رحیم و برای گرفتن حاجات، ازدواج، محبت و جذب رزق و روزی رو میگم. پس تا انتها با من همراه باشین. ذکر یا رؤوف و یا رحیم ذکریه که انسانو در لحظات سخت نجات میده. امام رضا علیه السلام فرمودن پدرمو در خواب دیدم و فرمودن هرگاه در سختی و گرفتاری بودی ذکر یا رؤوف و یا رحیم و زیاد تکرار کن. رؤوف از نامهای خداونده و در قرآن کریم 10 بار اومده. رؤوف یعنی کسی که دارای مراتب و درجات والای رحمت و مهربانی به دیگرانه و رحمت و بخشایشش به دیگران توأم با نرمخویی و دلسوزی و مداراست. رحیم هم از اسماء حسنای الهیه و کلمه رحیم در مورد خداوند یعنی نعمت دهنده و احسان کننده. پس اگه این ذکر یا رؤوف و یا رحیم رو با هم بخونیم شدت سختی ها و مشکلات برطرف میشه. اگه کسی ذکر یا رؤوف و یا رحیم رو از صمیم قلب بخونه و به خداوند توکل کنه معجزات زیادی براش داره. باعث آسان شدن در امر ازدواج میشه، باعث شفای بیماری میشه. اگه فقیر و تنگ دست باشه باعث غنی شدنش میشه، باعث برکت در مالش میشه. اگه اهل کار و زندگی نیست در واقع تنبله، باعث میشه زبر و زرنگ بشه و برای دنیا و آخرتش مفیده. باعث برخوردار شدن از نعمتها و برکات خداوند میشه. اگه فراموشکار و دچار فراموشی شده این ذکر باعث تقویت حافظش میشه و دیگه فراموش نمیکنه. باعث پاک شدن رفتار و گفتار و اخلاق میشه. باعث دور شدن از زشتی ها میشه و باعث پاک شدن گناهان میشه. باعث رفع مشکلات و گرفتاری های مالی میشه. باعث رفع خشونت میشه. این خواص و برکاتی که گفتم همش بر اساس آیات قرآنه. مثلا آیه 65 سوره حج خدای رؤوف و رحیم خبر از برخوردار شدن زیاد و دائمی از نعمتهای خداوند داده. در آیه 20 سوره نور پاک شدن رفتار و گفتار و اخلاق به واسطه قرآن کریمه. در آیه 10 سوره 8 خدای رؤوف و رحیم باعث پاک شدن از زشتی ها و بخشش گناهان و پاک شدن دلها و قلبها داده. پس ذکر یا رؤوف و یا رحیم و با حس خوب برای برطرف شدن مشکلات و گرفتاری ها
و رسیدن به خواسته هاتون زیاد تکرار کنین. قبل اینکه بریم سراغ طریقه ختم ذکر یا رؤوف و یا رحیم، اگه هنوز همراه همین و برای اینکه یه انرژی دست جمعی به کائنات بفرستیم، کامنت کنین یا رؤوف و یا رحیم. و اما طریقه ختم ذکر یا رؤوف و یا رحیم برای حاجات و خواسته های مختلف متفاوته، ولی یکی از مجربترین ختمها برای رهایی از مشکلات و زیاد شدن رزق و روزی ختم 544 مرتبه ذکر یا رؤوف و یا رحیمه. شما میتونید برای رفع مشکلاتتون و رسیدن به خواسته هاتون یه ختم 21 روزه یا 40 روزه بگیرین و هر روز توی تایم خاص با حضور قلب و با توجه به معناش روزی 544 مرتبه ذکر یا رؤوف و یا رحیم و پشت سر هم تکرار کنید. وقفه نندازین بینش. ختم بعدی ذکر یا رؤوف و یا رحیم ختم 1001 مرتبه برای دور شدن از فقر و گرفتاری و حاجت رواییه. یعنی روزانه 1001 مرتبه ذکر یا رؤوف و یا رحیم رو تکرار کنید که انشاءالله حاجت روا بشین و دچار فقر نشین. و همچنین توصیه شده 288 مرتبه ذکر یا رؤوف و یا رحیم و به نیت تعجیل در فرج امام زمان عجل الله بخونین که به برکت وجود نازنین امام زمان عجل الله موجب گشایش در کارها و وسعت رزق و روزی بشه. اگه میخواین عزیز بشین، حالا تو خونه، تو جامعه، بین فامیل، تو محیط کارتون، خلاصه برای محبت روزی 100 مرتبه به نیت عزیز شدن ذکر یا رحیم رو تکرار کنید. گفته شده هر کس روزی 100 مرتبه ذکر یا رحیم رو تکرار بکنه، پروردگار او رو به خلق و خلق رو به او مشفق و مهربان میکنه. برای ازدواج ختم ذکر یا رؤوف و یا رحیم بسیار توصیه شده. آیت الله بهجت ذکر یا رؤوف و یا رحیم رو برای گشایش بخت توصیه کردن و سفارش کردن این آیه رو هم زیاد بخونید. یعنی علاوه بر ذکر یا رؤوف و یا رحیم به تعداد 360 مرتبه این آیه رو هم بخونید. ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. پس برای ازدواج دختران و پسران 360 مرتبه ذکر یا رؤوف و یا رحیم رو تکرار کنید و بعدش این آیه رو که گفتم بخونید. انشاءالله که به خواستتون برسید. و گفته شده که علاوه بر خوندن ذکر یا رؤوف و یا رحیم بهتر اونو بنویسین و بر گردن آویزون کنید برای امر ازدواج. پس اگه تو زندگیتون دچار سختی و مشکل هستین، مشکل مالی دارین، رزق و روزیتون کمه، میخواین درآمدتون بالا بره، میخواین بلا از خودتون و زندگیتون دور بشه و دچار گرفتاری نشین، با حس خوب، با نیت خالص 544 مرتبه ذکر یا رؤوف و یا رحیم رو تکرار کنین. اگه میخواین دچار فقر و تنگ دستی تو زندگیتون نشین، به حروف ابجد نام مبارک امام رضا علیه السلام 1001 مرتبه روزی 1001 مرتبه این ذکر رو تکرار کنین. یادتون باشه ذکر اسماء خداوند باید با حضور کامل ذهن و قلب همراه باشه. یعنی موقع گفتن ذکر تمام توجه و تمرکزتون روی معنی و مفهوم این اسماء الهی متمرکز باشه. برای بهره بردن بیشتر از برکات این اذکار تکرارشون باید متناسب با شرایط و نیازمون باشه. خیلی وقتا شده با تکرار چند روز این ذکرها به نتیجه میرسیم و گاهی وقتا ذکرها رو باید مدام و پیوسته بگیم تا انشاءالله نتیجه دلخواهمون رو بگیریم. و در کنار گفتن این ذکر با ایمان و اعتقاد کامل خواستمون رو از خداوند بخوایم که قطعاً اگه به خیر و صلاحمون باشه خداوند ما رو به اون خواسته میرسونه و یا اینکه گره از اون مشکلمون باز میکنه. شک نکنید. انشالله که به تمام خواستهای قلبیتون برسین. تا ویدیو دیگه، تا آگاهی دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. در پناه خدا باشید.